لحظه سرنوشت سازیه. بله. توکل کن به خدا، با عزت نفس حرفتو راحت بزن. چشم. قوی. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای تیموری. خواستم بگم که تو رو خدا دخترتو بده من. به خدا من دیگه پدر مادر ندارم، کسی کار ندارم. 10 سال تو کما بودم، تو دوران کما نارفیقی دیدم. یه فهمیدم خواهرمو گرفتن، اینم بچه شد. راستش عباس دخترتو بده. چجوری حرف بزنم اینجوری نگم که نمیدادت به من؟ شما به هم نمیخورین، نه از لحاظ مالی، نه از لحاظ ارزش ها و نه از نظر سایز و نه از نظر قد. تو چیت به این میخوره؟ حالا تو رو خود آخه جارو بالا، تو چه به دختر حاج تیمور؟ ولکن بینم. منظور دخترتو بهم نمیدی؟ نه. نمیدی؟ نه دخترتو نمیدی؟ میگم نه. ده بلند شو برو سجاد. بدبخت. قبل انقلاب از اعلیحضرت میرفتی بالا، از اولیاءحضرت میومدی پای علامه من حاج تیمور شده. آقا دیدی خدمتتون عرض کرد